سلام، من شاهینم و این لپتاپ مکبوک پرو M4 پروه، مدلیه که مشخصه لاین پرو برای کسایی که اپ‌های سنگینی استفاده میکنن و یه دسته کوچیکی از اپلیکیشن ها میمونن که واقعا انقدر سنگینه که این لپتاپ شاید راحت نتونه رانشون کنه. اکثرا هم میشن برنامه‌های مدلینگ 3D مثل بلندر، مثل سینما 4D و حتی توی اون برنامه هم اگه مدلتون خیلی سنگین نباشه این لپتاپ مشکلی توی ران کردنش نداره. این لپتاپ کارایی مثل فتوشاپ یا ایلاستریتور یا برنامه‌های تدوین یا صدا و اینجور چیزا رو خیلی راحت میتونه براتون ران کنه. قدرتش واقعا بالاست. صفحه خیلی با کیفیتی بهتون میده، با اینکه اولد نیست و مینی LEDه ولی واقعا کنترست بالا، روشنایی زیاد و پورت هایی هم که بهتون میده شدن تاندربولت 5 که سرعت واقعا بالا دارن. البته اگه اکسسوریای تاندربولت 5 رو بتونید پیدا کنید. کیفیت ساخت خود لپتاپ، ترک پد، کیبورد با اینکه مثل نسل‌های قبلیشه ولی واقعا راضی کننده است و ایرادی نداشته که بخوان تغییرش بدن. وبکمش هم یه ذره بهتر شده و سنتر استیج و دسک ویو رو بهتون میده که دسک ویو واقعا بی‌کیفیته، یعنی خیلی کاربردی نیست، ولی سنتر استیج قابلیت خوبیه که احتمالاً توی مدل‌های قبلی مک دیدینش. وقتی توی تصویر حرکت کنید کادر رو روتون بسته نگه میداره. خلاصه با قدرتی که این لپتاپ بهتون میده واضح به درد چه کسایی میخوره، کسایی که اپلیکیشن‌های سنگین استفاده میکنن و توی یه پکیج خیلی خوب با همه چیز تقریبا تکمیلی اینو بهتون میده. نظر شخصی منم اینه که بعد چند سال استفاده کردن از مک، اگه از روی ویندوز سویچ کنید رو مک خیلی تجربه روونی بهتون میده، مخصوصا توی اپلیکیشنایی که نیتیو برای اپل ساخته شدن که الان بیشتر نرم افزارهای بزرگ همینطورن. و اگه نرم افزارهایی استفاده نمی‌کنید که فقط روی ویندوز میان، واقعا میتونه لپتاپ قدرتمند خیلی راضی کننده‌ای باشه. با توجه به عمر بالایی که این لپتاپو دارن، قدرت پردازشی خیلی زیادی که بهتون میدن و کیفیت ساخت بالا، میتونه یه دستگاهی باشه که چندین سال ازش برای کارتون استفاده کنید.